سلام، وقت بخیر. براتون یه شورت فانتزی مردونه آوردیم، کار فری سایز. این از جلوی کار و اینم از پشتش. میگم رنگای دیگه چرا داری؟ دیوس یه طور میگه پشتشو ببینید. پشتش کو اصلا؟ پشتش بگه. او حلقه مال چی بود؟ سیرک باید توش بپریم واسه. خوبیش اینه که دیگه وقتی بریم استراب نیازی نیست درش بیاری، چون از قدیم درش شمردن. خواهشنی چونی بازی ها رو بنده کنید دوستا. بس ما دیگه توان همه چونی بازی نداریم. بریم دنبال کارمون. با اجازه تو من برم شورت رو بپوشم اینا. نفهمیدیم اون حلقه کارش چیه واسه. شورت رو قبلا یکی دیگه خریده بود، اصلا چیزی نمونده بود ازش.